مردم ما از شبکه تیک تاک بسیار خوشحال هستم. در مجموع شکر که اینمی اینترنت و اینمی شبکه‌های اجتماعی و اینمی فیسبوک ها برآمدن. اگنی پشتون های بیچاره صادق پاک مظلوم چهره شما رو خونه میشناخت، فکر میکردن که دا زمان مسلمان رور ده تاجک رور ده بغل میگرفتید، ولی من با تو رزیلی تو فاشستی تو پدرلعنت جاسوسم مشناسه. بعد از اینکه هر پشتون کت شراکت بکنه، کت رفاقت بکنه، کت خویشاوندی بکنه، توف لعنت به موسات از امون پشتون که تو سر مرده طفلش خوش میشی. یک کاکیتان نیست که در فیسبوک خود یک چیز نوشته کرده باشه که او بلیاز اخلاده این ماه مبارک رمضان اطفال نکشین. سک وار چیغ میزنین که بزنین، سک وار چیغ میزنین که بزنین. ای رسے کون पानी से ले लो तो वो ताज़ा होते हैं और हमारे पाकिस्तानी भाइयों से और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है कि ये फ्रेश मछली जो है ना इसको पकड़ना चाहिए और कहते हैं मछली को जब भी पानी میگه ماهی را که هر وقت غذا بگیری تازه است. میگه من از برادرای پاکستانی خود تقاضا میکنم که این ماهی را بگیره بمبارد بکنه. میگه اینه امین در ذاتت شاشه کنم تازی ببخشین دیگر روزام هست ولی مجبور هستم که یک باره بزنم. لعنت به مو پدرت تازی. امیر رقم که نام تازی است، خاصیت سگ امیر رقم داری. 4 سال مثل سگ تازی قوم ما دو زدی، تاریخی ما دو زدی، بزرگ ما دو زدی، سیاست را دو زدی، طفل دو زدی. خاصیت تازی است. دمو تاریخ دمی 50-60 دانه کتاب که نامت تازی نوشته کردن واقعا خاصیت تازی را داری. و همی که نام زبانتان پارسی است واقعا که زبانتان پارسی است. مثل سگ پارس میزنین، مثل سگ پارس میزنین. چی فکر میکنی؟ که تو مکمل پشتون قتلام میکنی؟ امی فکر میکنی؟ امی فکر میکنی؟